تو عاشق بودی؟ عاشق بودم. مگر بادی ترس وزید؟ نه رئیس. از بحر دوست داشتهت گذشتی؟ نگذشتم رئیس. بلبل از بحر گل نمی گذرد. فکر کرده کبسن. چون که در عشق سودا نمی شود. عاشق بودن این خود صفا است. فقط نادان این را حس نمی کند. شش ماه باز من و تو همراهیم. همراه وقت می گذرانیم و ماهیداری می برایم. صحبت می کنیم. ولی یک بار نپرسیدی که تو کی هستی؟ من هیچ پروایی ندارم. من هم مثل تو بودم. از مرده فرق نداشتم. یک جسم بی جان. مقصدی من هم مردن نیست. بیهوده زیستن نمیخواهم. تو حتی نپرسیدی که چرا من به تو راز دل گفتم. شاید اگان سبب داشته باشد. وقتی که تو را یافتم بیهوش بودی. پس از چند روز به خود آمدی. بعدی به خود آمدن طهارت کردی. بعد نمازت را خواندی. گفتم این را بینید، این آدم دامولا بوده است. همینطور کردم. تماما در یادم نیست. نمیدانم، شاید تو خواهش خودکشی کردن داری. در دنیا یگانه چیزی که انسان باید بکشد این نفسی است. نفست مرد چنان آزاد می شوی که برای حمایه خود دیگران را می کشی. شما همینطور کردید. خدا می داند که کردیم یا نکردیم. ولی در این دنیا زیستن و حالا نمرده، چون مرده به قبر در آمدن، به سوالها جواب ندادن، با آدمان زنده معامله نکردن. وای بر حال این زنده ها. وای بر حالشان. یعنی پیش از اجل مردن لازم میگویید؟ من نمیگویم، خودی حیات این را میگوید. تو خود را گور کرده ای، ولی مثل حکایه خواجه نصرالدین هم قبر نداری هم از همه چیز با خبری. این حکایه را میدانی؟ نه. خب این را هم یکان وقت نقل میکنم. کار این طور نمی شود ملا. نمرده به قبر در آمدگان را حساب دیگر است.
مرده را به حیات هیچ چیز پیوست نمی کند. دوست داشتهاش را، زنش را، دوستش را فکر نمی کند. فکر کرده خود را نمی خورد. از این جهت آن چیزی که غم می دهد برای آن بمیر، عذاب کش، ولی به دل نگیر. به دل نگیر.